سلام دوستان، وقتتون بخیر. خوش اومدین به رادیو کیانک. با اپیزود 5 از سری پادکست های خاطرات ملکی شما همراهتون هستیم و در ادامه یکی از خاطرات و تجربه های ملکی شما که به صورت متن برامون ارسال کردین رو با هم گوش میدیم. خاطره من برمیگرده به چند سال قبل، ولی هنوزم وقتی از جلوی اون خونه رد میشم دلم میگیره. اون موقع تازه ازدواج کرده بودیم و توی تب و تاب پیدا کردن یه خونه خوب بودیم. پر از هیجان و استرس بودیم و هر روز املاکی ها، سایت ها و هر جایی که مربوط به ملک بود رو چک می کردم و هماهنگ می کردم و می رفتم بازدید، تا اینکه بالاخره یه روز یه آگهی با یه عکس خیلی خوب دیدم. خونه‌ای با نور عالی، کابینت‌های سفید، کف سرامیک و یه تراس پر از گلدون. همون لحظه گفتم این دقیقاً همون چیزیه که من می‌خواستم. با همسرم صحبت کردم و ازش خواستم که بریم بازدید اون خونه. همون اول که در خونه رو باز کردیم، بوی رنگ تازه می اومد. همه چی برق می زد. دیوارا سفید و تمیز بودن، نور از 2 پنجره بزرگ می تابید توی خونه و صدای پرنده ها می پیچید توی گوشمون. مشاور املاکی لبخند زد و گفت به نظرم این دقیقاً همون چیزیه که دنبالشی. هیچ کس نمیتونه به این خونه دست رد بزنه. من ناخودآگاه گفتم درسته، من دقیقاً دنبال همچین خونه‌ای بودم. و اون لحظه انقدر ظاهر اون خونه چشممو گرفته بود که هیچ چیز دیگه ای رو بررسی نکردم. نه مدارک، نه نقشه، نه سیستم تأسیسات، هیچ چیز رو من چک نکردم و فقط ظاهر خونه رو دیدم و عاشقش شدم. صاحبخونه‌ام گفت اینجا همه چی بازسازی شده، شما فقط باید بیاین زندگی کنین. و متاسفانه ما به صاحبخونه اعتماد کردیم و حتی یه کارشناس نبردیم که خونه رو برامون چک بکنه. چند روز بعد معامله انجام شد. سند به ناممون خورد و با ذوق شروع کردیم به چیدن وسایل. اما حدود 2-3 ماه بعد اولین ترک ها روی دیوار آشپزخونه ظاهر شد. اول فکر کردیم عادیه، اما یه شب زمستونی وقتی بارون خیلی شدیدی می اومد، از سقف اتاق مهمان قطره قطره آب می چکید روی زمین. باورم نمی شد این اتفاق افتاده باشه. پس تصمیم گرفتم با همون مشاور املاکی که خونه رو به هم نشون داده بود تماس بگیرم. باش تماس گرفتم، ولی جوابی که به هم داد این بود که چیز خاصی نیست، حتما یه نشتی جزئیه، خودش برطرف میشه. ولی کم کم نم کل دیوارا رو گرفت، رنگ باد کرد و بوی رطوبت پیچید توی خونه. اون موقع بود که یه کارشناس آوردیم توی خونه تا خونه رو برامون کارشناسی کنه. کارشناس گفت که کل لوله کشی این ساختمان قدیمیه، فقط سطحش بازسازی شده، زیرش پوسیده و تعمیراتش هزینه فوق‌العاده زیادی داره. اونجا بود که فهمیدم چی کار کردم. یه تصمیم احساسی بدون هیچ بررسی فنی. همسرم گفت یادته گفتی مهمترین چیز نور و ظاهر و رنگ و تمیزی خونه است؟ کاش به حرفت گوش نداده بودم و یه نفر فنی می آوردم خونه رو ببینه. اون جمله تا مدت‌ها تو ذهن من مونده بود و هر موقع که بهش فکر می کردم اشک چشمامو می گرفت. اما اون لحظه دیگه هیچ راه برگشتی نداشتیم و تا یه مدت مجبور بودیم تمام پسنداز و حقوقمون رو صرف تعمیرات خونه بکنیم و از نظر مالی و روحی واقعا خسته شده بودیم. اما الان که بهش فکر میکنم میبینم اون خونه واقعا یه درس بزرگی برام بود. اینکه هیچ وقت از روی ظاهر چیزی رو قضاوت نکنم و هر موقع خواستم ملکی بخرم حتما کارشناس ببرم تا اون ملک رو برام چک بکنه. از اون به بعد هر بار که دوستی میخواست خونه بخره و ازم مشورت میخواست، اولین چیزی که میگفتم این بود که اگه یه خونه خیلی قشنگه اول برو زیر پوستش رو ببین،
تأسیسات، دیوار، برق‌کشی، لوله ها و هر چیزی که میتونه پشت یه ظاهر تمیز قایم شده باشه رو چک کن. الانم سالها گذشته و هنوز اون خونه برای من یه نماد تصمیمی که با چشم گرفتم، نه با فکر. یکی دیگه از خاطره های ملکی شما رو هم با هم پشت سر گذاشتیم. خاطره‌ای که به ما یاد داد زیبایی یه خونه میتونه فریبنده باشه. پس قبل از اینکه عاشق یه خونه بشیم حتما باید یه کارشناس فنی بگیریم تا مطمئن باشیم اون زیبایی روی پایه محکمی ساخته شده، تا با یه بررسی ساده جلوی سالهای پر از دردسر و هزینه اضافه رو بگیریم. و در نهایت خیلی خوشحال میشم نظرتون رو راجع به این خاطره ملکی برامون کامنت کنید و فراموش نکنین که شما هم میتونین خاطرات ملکی خودتون یا اطرافیانتون رو به صورت عکس، ویدیو، وایس و یا حتی متن از طریق شبکه‌های اجتماعی کیانک که داخل دیسکریپشن ذکر شدن برای ما ارسال کنین. خیلی ممنونم که با ما همراه بودین. لایک، کامنت، سابسکرایب یادتون نره.